در 3 ماه اول سال 2023 در مجموع 106320 خارجی صاحب شهروندی روسیه شدند. 44854 نفر یعنی قریب نصف یا دقیق‌تر از 42% این روس‌های نو زادگان تاجیکستان بوده. در این چمپیونات برای دریافت شهروندی روسیه تاجیک‌ها امسال از زادگان اوکراین که امکان آزادانه و بدون یگان ممانعت به دست آوردن شناسنامه روسی را دارند پیش گذاشتند. این امور در حسابات وزارت کارهای داخلی روسیه تحت عنوان برخی نشاندهنده‌های وضع مهاجرت در فدراسیون روسیه در ماه ینور و مارس سال 2023 با تقسیمات به کشورها و ولایت‌ها نشر شده است. بنا به این امور در 3 ماه اول سال 2023 به حساب میانه هر روز تا 500 زاده تاجیکستان شناسنامه خاکستررنگ تاجیکی خود را با شناسنامه سرخ روسیه با عقاب 2 سره عوض کردند. جالب آن است که هرچند این سال شماره عمومی طلبگاران شهروندی روسیه 35000 یا قریب 30% کاهش یافته از 141000 تا 106000 کم شده است، ولی شماره طلبگاران شهروندان روسیه از تاجیکستان برعکس امسال نیز همچنان با سرعت افزایش یافته است. با وجود تهدید بردن به جنگ اوکراین و بحران اقتصادی که به دلیل تحریمات جاری کرده غرب از گریبان روسیه گرفته است، در 3 ماه اول سال 2023 قریب 45000 تاجیکستانی شهروند روسیه شدند که این نظر به 32000 تاجیکستانی در 3 ماه اول سال 2022 صاحب شهروندی روسیه گردیده 12000 یا تقریبا 30% بیشتر است. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه جایهای دوم و سوم را در این چمپیونات برای گرفتن شهروندی روسیه با فرق خیلی بزرگ از زادگان تاجیکستان، زادگان اوکراین و ارمنستان گرفتند. در 3 ماه اول سال جاری 22000 زاده اوکراینی و 8900 زاده ارمنستان شهروند روسیه شدند. یادآور می‌شویم سال 2022 در عموم 174000 زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده. در سالهای آخر شماره تاجیکستانی هایی که صاحب شناسنامه روسی شدند از 1 میلیون نفر گذشته است و چنین به نظر می رسد که با وجود تهدید سفربری به جنگ اوکراین و بحران اقتصادی در روسیه در آینده هم عزم زادگان تاجیکستان برای دریافت شهروندی روسیه همچنان تمایل رو به افزایش را حفظ خواهد کرد. در همین حال شماره عمومی مهاجران تاجیک در روسیه امسال به شدت رو به کاهش آورده است. اگر در 3 ماه اول سال 2022 در اداره‌های مهاجرت روسیه 1,007,516 شهروند تاجیکستان ثبت نام شده بود، در ماه‌های ینور مارس سال 2023 همگی 73338 شهروند تاجیکستان خود را در روسیه ثبت نام کردند که این نظر به 1 سال پیش 304,000 یا 30% کمتر است.